خانواده جبار بابایف تقریباً هر روز وقت زیاد خش را برای پیدا کردن موج اینترنت و علاقه صرف می‌کنند. دو فرزند و دامادهای بابایف و چندین خش دیگرش سالها باز بیرون از تاجیکستان زندگی می‌کنند، ولی در حالتهای ضروری نمی‌تواند با آنها تماس بگیرد. روز باشد با یا کوبران و گم میزنیم یا پای میفریم. اینجا ایلا خونه علاج گوزن نیست. شب باشد اونا گوزن نمیشه. در محله بیدک جماعت واروخ بیشتر از 30 سال باز حدود 2000 تاجیک زندگی میکنند. آنها میگویند نارسایی آب آشامیدنی و راه ناهموار و دشوارگذر یک طرف و نداشتن علاقه دسترس یک مشکل اساسی دیگری روزگار آنها گردیده است. ما مکتوب کردیم لیکن جوابی منفی نگرفتیم تا حاضر. یگان کس عرضی ما یگان که چاره‌بینی نکرد. فرهمند مسعودوف دانشجوی سال سوم زبانهای خارجی در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف است. هرگاه که برای تعطیل به زادگاهش میآید از نوگانی‌های فنیش بی بهره میماند. امروزه جهان امروزی ما بسیار یعنی علاقه یعنی اینترنت بسیار مهمتر است، مخصوصا برای من و دیگران. مسئولان خدمات علاقه میگویند از این مشکلی منطقه‌های مرزی جماعت واروخ آگاهند. 4 سال پیش بین واروخ و چارکو خطی اپتیکی داشتیم. همسایه ها ما راضی میشد گپ بزنیم، من سرحد میرم سرحدشاشون نمیرم، سرحدشاش های دو باید نمیمونم، پیوست کنم نمیمونم. یعنی که علاقه وقتی که علاقه سیمی شد، فیزیکی سیاست شد، علاقه سرعتش هم بالا، صفتش هم بالا میشه. ساکنان میگویند باید مقامات به این منطقه مرزی از این جهت توجه بیشتر دهند. از شرکت‌های موبیلی مگافون، زت موبایل، پسل خواهش کرده می شود که احترامانه خواهش میکنیم که از نام همه زاده و استقامت کنندگان دهه بیدک، محله بیدک خواهش میکنم که بیارید همون موج پخش کنه که خود را چسبونید. اینجا مشتریان بسیارند، خواهشمندان بسیارند که از شرکت‌های شما استفاده برند. چنین مشکلی را دیگر منطقه‌های مرزی شهر اسفره هم دارند و اکثر ساکنانش تنها از یک شرکت موبیلی استفاده میکنند. انتخاب وسیع ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.